پول مانافورت رئیس سابق سیتوди انتخاباتی دونالد ترامپ باید در حضور دادگاه جواب بدهد. اتهامات که به او و شریکش ریک گیتس اعلان کردند بسیار سخت است. او را به 12 جنایت متهم می‌کنند. توطئه علیه آمریکا، انجام مأموریت برای کشوری خارجی بدون ثبت رسمی، اظهارات دروغ و پولشویی. وکیل دفاعش گفت بعضی اتهامات بی اساس است. اتهام داشتن حساب‌های بانکی آفشوری برای انتقال پول به ایالات متحده که گویا پنهان کردن درآمد به حساب می رود، به نظر من اتهامی مسخره آمیز است. با پول مانافورت در چارچوب تحقیق قضیه ارتباط احتمالی اطرافیان ترامپ با حکومت روسیه اتهام اعلان شد. خبرنگاران معلوم کردند که مانافورت با صاحبکاران روسیه همکاری داشته است. خودش میگوید همکاری به انتخابات هیچ ارتباطی نداشت. در سندهای دادگاهی که روز 30 اکتبر نشر شد، هیچ چیزی درباره دونالد ترامپ و معرکه پیش از انتخاباتیش گفته نشده است. کاخ سفید گفت اتهامات به ضد مانافورت هیچ رابطه به انتخابات ندارد. اعلان امروز هیچ ارتباطی به رئیس جمهور ندارد. هیچ ارتباطی به معرکه انتخاباتیش و یا فعالیت‌های وابسته به آن ندارد. خود دونالد ترامپ روز 30 اکتبر در صفحه‌اش در توییتر نوشت تمام اتهامات به حادثه‌های چند سال پیش ارتباط می‌گیرد و ارتباط اطرافیان او با روسیه در زمان انتخابات پرزیدنتی ثابت نشده است.